فلات ایران، سرزمینی با کوههای ناهموار و دره‌های حاصلخیز، شاهد خاموش گذشت هزاره هاست. از اولین سکونتگاه‌های شناخته شده تا ظهور امپراتوری‌های قدرتمند، ایران کانون تبادل فرهنگی، نوآوری نظامی و تکامل سیاسی بوده است. سفر ما با پژواک‌های ضعیف جوامع ماقبل تاریخ آغاز می‌شود و به تدریج با ظهور مراکز شهری پیشرفته در ایلام و ظهور پادشاهی مرموز ماد واضح‌تر می‌شود. این جوامع اولیه زمینه را برای رسیدن امپراتوری پارس به اوج خود در زمان کوروش کبیر افسانه‌ای فراهم کردند. امپراتوری هخامنشی که از سواحل دریای مدیترانه تا رود سند امتداد داشت، گواهی بر چشم انداز و جاه طلبی فرمانروایان آن است. در منطقه جنوب غربی ایران باستان، در میان کوههای زاگرس و خلیج فارس، پادشاهی ایلام قرار داشت. چشمانداز سیاسی ایلام با مجموعه‌ای از دولت شهرها مشخص می‌شد که هر کدام برای قدرت و نفوذ رقابت می‌کردند. شاش، پایتخت باستانی، به عنوان مرکز تجارت و فرهنگ، بازرگانان و صنعتگران را از سرزمین‌های دور جذب می‌کرد. ایلام با وجود دوره‌هایی از درگیری‌های داخلی و فشارهای خارجی از سوی امپراتوری‌های همسایه، هویت متمایز خود را برای بیش از 2000 سال حفظ کرد. با کاهش نفوذ ایلام در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد، قدرتی جدید در فلات ایران ظهور کرد. مادها، مردمانی هندواروپایی که قرنها پیش به این منطقه مهاجرت کرده بودند، به تدریج کنترل خود را بر غرب و مرکز ایران تثبیت کردند. مادها که به خاطر مهارت‌های سوارکاری و دلاوری نظامی خود شناخته می‌شدند، از جابجایی قدرت‌ها برای ایجاد یک پادشاهی متحد استفاده کردند. آنها سنت‌های عشایری خود را رها کردند، سکونتگاه‌های دائمی ایجاد کردند و شکل متمرکزتری از حکومت را توسعه دادند. سلطنت مادها نقطه عطفی مهم در تاریخ ایران بود و راه را برای ظهور امپراتوری هخامنشی قدرتمندتر هموار کرد. ظهور امپراتوری هخامنشی در قرن ششم پیش از میلاد نقطه عطفی در تاریخ ایران بود. ایرانیان به رهبری کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، کارزار قابل توجهی از فتح را آغاز کردند و بخش‌های وسیعی از خاور نزدیک باستان را تحت حکومت خود متحد کردند. به قدرت رسیدن کوروش با شورش علیه پادشاه ماد، آستیاگ آغاز شد. کوروش با متحد کردن قبایل پارس، برتری ماد را به چالش کشید و در نهایت آستیاگ را شکست داد و پادشاهی ماد را در امپراتوری رو به رشد خود گنجاند. سلطنت کوروش دوران جدیدی از حکومت امپراتوری را آغاز کرد که با مدارا، تبادل فرهنگی و یک سیستم اداری متمرکز اما نسبتاً غیر متمرکز مشخص می‌شد. این سیاست مدارا و احترام به تنوع به مشخصه حکومت هخامنشی تبدیل شد و به ثبات و طول عمر امپراتوری کمک کرد. پس از مرگ کوروش در جنگ، امپراتوری هخامنشی با دوره‌ای از بی‌ثباتی و شورش روبرو شد. داریوش اول از بستگان دور کوروش بود که نظم را برقرار کرد و دارایی‌های وسیع امپراتوری را تثبیت کرد. داریوش امپراتوری را به 20 استان یا ساتراپی تقسیم کرد که هر کدام توسط یک فرماندار یا ساتراپ اداره می‌شد که مستقیما به پادشاه گزارش می‌داد. داریوش برای اطمینان از وفاداری ساتراپ‌های خود و جلوگیری از انباشته شدن قدرت زیاد توسط هر فرد، سیستمی از کنترل و توازن را اجرا کرد. بازرسان سلطنتی معروف به چشم و گوش پادشاه در سراسر امپراتوری سفر می‌کردند و فعالیت‌های ساتراپ‌ها را زیر نظر داشتند و هر گونه نشانه‌ای از بی‌وفایی یا فساد را گزارش می‌دادند. داریوش همچنین اهمیت ارتباطات مؤثر و زیرساخت‌ها را در حفظ کنترل امپراتوری تشخیص داد. امپراتوری هخامنشی تحت حکومت کوروش، داریوش و جانشینان آنها بر دوره‌ای از تبادل فرهنگی و شکوفایی هنری بی سابقه ریاست کرد. ایرانیان
در حالی که به شدت به سنت‌ها و باورهای خود افتخار می‌کردند، نسبت به آداب و رسوم و ایده‌های مردمی که فهم می‌کردند، به طرز چشمگیری پذیرا بودند. این گشودگی نسبت به تنوع فرهنگی در تمام جنبه‌های هنر و معماری هخامنشی آشکار است که نقوش ایرانی را با عناصری که از سنت‌های مصری، بین النهرین و یونانی گرفته شده بود، ترکیب می‌کرد. تخت جمشید، پایتخت تشریفاتی که توسط داریوش اول و جانشینانش ساخته شد، گواهی بر عظمت و شکوه معماری هخامنشی است. میراث هخامنشی بسیار فراتر از دستاوردهای معماری چشمگیر آن است. رویکرد نوآورانه ایرانیان به حکومت با تأکید بر مدارا، تمرکز و مدیریت کارآمد، تأثیری ماندگار بر چشم انداز سیاسی خاور نزدیک باستان گذاشت. در حالی که زندگی پادشاهان و درباریان نگاهی اجمالی به تجمل و شکوه دربار هخامنشی ارائه می‌دهد، اکثریت قریب به اتفاق ساکنان امپراتوری دور از مراکز قدرت زندگی می‌کردند. کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارگران ستون فقرات جامعه هخامنشی را تشکیل می‌دادند و زندگی روزمره آنها با ریتم کشاورزی، تجارت و آداب رسوم محلی شکل می‌گرفت. کشاورزی پایه اقتصاد هخامنشی را تشکیل می‌داد. شبکه جاده‌ای وسیع امپراتوری تجارت را تسهیل می‌کرد، مناطق دور را به هم متصل می‌کرد و امکان تبادل کالاها و ایده‌ها را فراهم می‌کرد. بازرگانان منسوجات، ادویه‌جات، فلزات گرانبها و سایر اقلام لوکس را در مسافت‌های طولانی حمل می‌کردند و به رونق اقتصادی امپراتوری کمک می‌کردند. ثبات و رفاه نسبی امپراتوری هخامنشی امکان شکوفایی مراکز شهری، توسعه صنایع دستی تخصصی و ظهور یک زندگی فرهنگی پر جنب و جوش را فراهم کرد. امپراتوری هخامنشی با وجود افول و سقوط نهایی خود به دست اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد، میراث پایداری را در چشمانداز سیاسی و فرهنگی ایران و جهان گسترده تر به جای گذاشت. امپراتوری سلوکی، یکی از پادشاهی‌های هلنیستی که از خاکستر فتوحات اسکندر ظهور کرد، بسیاری از جنبه‌های حکومت هخامنشی از جمله سیستم ساتراپی و استفاده از جاده‌های سلطنتی و سکه‌های استاندارد را پذیرفت. امپراتوری اشکانی که جانشین سلوکیان در ایران شد، نیز از الگوی هخامنشی الهام گرفت و عناصر حکومت ایرانی و هلنیستی را برای ایجاد یک سیستم ترکیبی که بسیار انعطاف پذیر بود، ترکیب کرد. امپراتوری ساسانی که از قرن سوم تا هفتم میلادی بر ایران حکومت می‌کرد، آگاهانه سنت‌های هخامنشی را احیا و تجلیل کرد و خود را وارث میراث کوروش و داریوش می‌دانست. داستان اولین حکومت‌ها در ایران گواهی بر نبوغ، جاه طلبی و تلاش مداوم انسان برای نظم در جهانی است که اغلب با هرج و مرج مشخص می‌شود. از دولت شهرهای مرموز ایلام گرفته تا امپراتوری پهناور هخامنشیان، ایران باستان شاهد ظهور و سقوط سیستم‌های سیاسی متعددی بود که هر کدام نشان منحصر به فرد خود را بر تاریخ و فرهنگ منطقه گذاشتند. حاکمان ایران باستان، چه پادشاه، چه امپراتور و چه فرماندار، با وظیفه دشواری برای حفظ نظم، دفاع از مرزهای خود و تضمین رفاه رعایای خود روبرو بودند. میراث این حکومت‌های اولیه همچنان چشمانداز سیاسی و فرهنگی ایران امروز را شکل می‌دهد. داستان اولین حکومت‌های ایران صرفاً داستانی از دوران گذشته نیست. این رشته حیاتی در ملیله تاریخ بشر است که جهان باستان را به حال متصل می‌کند و بینش‌های ارزشمندی را در مورد چالش‌ها و پیروزی‌های حکومت انسان ارائه می‌دهد.